بی لسان تکلم می نمایید و گاه هست که آنچه امشب دیده اید 10 سال بعد در عالم زمان به حسب ظاهر به عین آنچه در خواب دیده اید می بینید. چند حکمت است که در این نوع و غیر اهل این وادی بر کماهیه ادراک نمی کنند. آنچه عالم است که بی چشم و دست و لسان حکم همه اینها در او معمول و آنکه در عالم ظهور خواب را امروز مشاهده می کنی ولکن سیر را در عالم نوم در 10 سال قبل دیده ای. این آیات را هزاری در خلق گذاشته تا محققین انکار اسرار معاد نکنند و به آنچه وعده داده شده اند سهل نشمرند. مثل اینکه ازی سک جسته و آنچه نیاید انکار نمایند و حالان که هرگز عقول ضعیفه همین مراتب مذکور ادراک نکند مگر عقل کلی ربانی. عقل جزئی کی تواند گشت بر قرآن محیط، عنکبوتی کی تواند کرد سیمرغی شکار. عوالم کل در وادی حیرت دست دهد و مشاهده گردد و سالک در هر آن زیادتی طلب نماید و کسل نشود. و همچنین تفکر در تمامیت خلق انسان کن که این همه عوالم و این همه مراتب در او منطوی و مصدور شده. پس جهدی باید که رتبه حیوانی معدوم کنیم تا معنی انسانی ظاهر شود. ای پسر، اگر قادر باشی که نخوابی پس قادری بر آن که نمیری و اگر بتوانی بعد از خواب بیدار نشوی میتوانی که بعد از مرگ محشور نگردی. ای دوست، دل که محل اسرار باقی است محل افکار فانی مکن و سرمایه عمر گرانمایه را به اشتغال دنیای فانیه از دست مده. از عالم قدسی به تراب دل مبند و اهل بساط انسی و تن خاکی مپسند. این سخن ناقص بماند و بیقرار، دل ندارم بی دلم معذور دار.
ناله می کند و مداد می گرید و جیحون دل خون موج می زند.